سلام دوستان، وقتتون بخیر. یه گل خوشگل میخوام بهتون آموزش بدم که خیلی ساده و سریع میتونید ببافیدش و به راحتی میتونید سایزش رو تغییر بدین و برای تزیین انواع بافتات، تله مو، کش مو ازش استفاده کنید. بریم با هم آموزشش رو داشته باشیم. نخمون رو گره میزنیم و یه دونه زنجیره میزنیم. یه مقدار نخ رو میکشیم، مهره یا مرواریدمون رو سر قلاب میندازیم و این حلقه رو از داخل مهرمون بیرون میکشیم. یه مقدار نخ رو جمع میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، مهره داخل نخمون فیکس میشه. چند تا زنجیره میزنیم؟ 4 تا زدم، برمیگردم و دور مهره رو اندازه میگیرم. اگر مهرتون بزرگتر بود زنجیره ها رو بیشتر بزنید. از همین اولین زنجیره‌ای که زده بودیم یه دونه پایه بس میزنیم. همون تعداد زنجیره که این سمت زدیم سمت دیگه هم تکرار میکنیم. همون 4 تایی که زدم برای این سمت هم 4 تا زنجیره میزنم و با پایه بست داخل اولین زنجیره‌ای که این قسمت داریم متصل میکنیم. همینجا 10 تا زنجیره میزنیم. تعداد این زنجیره ها بزرگی یا کوچیکی گلبرگامون رو نشون بده. قابل تغییر هست، میتونید بزرگ تعدادش رو بیشتر بزنید که گلبرگ ها بزرگتر بشه یا کمتر بزنید. نخ رو از داخل دومین زنجیره بیرون میکشیم، روی قلاب نگه میداریم. قلاب رو به این صورت از زیر این زنجیره ها رد میکنیم، نخ رو میکشیم میاریم روی زنجیره ها و با قلاب نخ رو از داخل همین حلقه‌ای که درست کردیم بیرون میاریم. یک بار دیگه تکرار میکنیم. مجددا نخ رو میاریم روی زنجیره و با قلاب نخ رو از داخل این حلقه‌ای که ایجاد شده بیرون میکشیم و کامل نخ رو میکشیم. ببینید نخ‌ها رو کامل میکشیم. 18 مرتبه این کار رو تکرار میکنیم. همینطور ادامه میدیم تا برسیم به زنجیره ابتداییمون. و این هم آخرین. ما باید روی قلاب 20 تا حلقه داشته باشیم. نخ رو از داخل تمام این حلقه ها یک جا بیرون میکشیم و اینجا دور مهرمون داخل زنجیره دوم یه دونه پایه بس میزنیم. به این ترتیب اولین گلبرگمون رو بافتیم. از همینجا مجدداً 10 تا زنجیره میزنیم. 2 3 4 و 10. قلاب رو وارد زنجیره دوم میکنیم. نخ رو از داخل این زنجیره کامل بیرون میکشیم و قلاب رو از زیر زنجیره ها رد میکنیم و دونه دونه این حلقه‌ای که اینجا ایجاد میشه از داخلش نخ رو بیرون میکشیم. در اصل
پایه ها رو داریم دور این زنجیره میزنیم. پس قلاب رو وارد زنجیره ها نمی کنیم. یه دونه زنجیره داخلش میزنیم و فیکسش میکنیم. سعی کنید نخا رو بکشید و تقریبا توی یه ارتفاع باشن. پس 18 مرتبه این کار رو برای هر گلبرگ انجام میدیم. با 2 تا حلقه ابتداییمون روی هم میشه 20 تا حلقه که روی قلاب داریم. نخ و یک جا از داخل این حلقه ها بیرون میکشیم و داخل زنجیره بعدی که دور مهره زدیم یه دونه پایه بس میزنیم و نخ رو کامل میکشیم. به این صورت دومین گلبرگمون هم بافتیم. به همین ترتیب ادامه میدیم. ببینید الان بعد از اینکه گلبرگ رو زدیم 10 تا زنجیره میزنیم و گلبرگ بعدیش رو شروع میکنیم. همینطور ادامه میدیم. دور تا دور مهرمون رو داخل هر زنجیره یه دونه گلبرگ میبافیم. خب 4 تا زنجیره این سمت مهره زدیم و 4 تا زنجیره هم سمت دیگه. 2 تا گلبرگ هم انتها و ابتدای مهرمون میبافیم. الان این آخرین گلبرگی که من دارم میبافم. به همون ترتیبی که برای 2 تا گلبرگ اولی بافتیم همونطوری بافت گلبرگمون رو ادامه میدیم. میتونید تعداد گلبرگ ها رو همون 8 تا بذارید، ولی اگه دوست داشتید که خیلی پرتر بشه شروع و پایان مهره هم 2 تا گلبرگ بهش اضافه کنید. و هم این هم آخرین حلقه‌ای که روی قلاب بود. نخ از داخل کل حلقه ها بیرون میکشیم و اینجا قسمت انتهایی که رسیدیم به گلبرگ ابتداییمون. اینجا ببینید میتونید داخل زنجیره ها هم نزنید. تو این فضایی که فاصله‌ای که اینجا بین زنجیره ها و مهرمون هست هم میتونید این اتصال رو انجام بدیم. پای بس میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و نخمون رو کات میکنیم و گلبرگامون رو مرتب میکنیم. ببینید اینطوری گلبرگ ها رو پشت به پشت هم قرار میدیم. به این صورت گلمون بافته میشه. 2 تا نخ اضافه‌مون هم پشت کار به هم گره میزنیم و با سوزن یا قلاب لابلای پایه ها مخفی میکنیم. خب دوستان همونطور که دیدید این گل خوشگل رو میتونیم به سرعت و به سادگی ببافیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.